سلام رفقا، من فرهادم. امروز یه روز خاصه. امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به یه جایی که شاهد بزرگترین و بهترین تصمیم زندگیم باشه. سالها با حقوق کارمندی زندگی کردم. تونستم یه لقمه نون ساده بیارم سر سفره زن و بچه‌م. یه سری نیازهای بچه‌م رو تأمین کنم. قسطم رو بدم. ضامن خیلی از دوست آشناها بشم. ولی از یه جایی به بعد دیدم دنیا خیلی فراوانی داره. دنیا خیلی کیفیتش بالاتر از این حرف هاست که متاسفانه کارمندی محدود نگرم داشت. از یه جایی به بعد دیدم این حقوق فقط برای زنده موندنه، نه زندگی کردن. با همه احترامی که برای این شغل قائلم، انصافا با همه محدودیت‌هاش تونستم زندگیمو باش بچرخونم. امروز تصمیم گرفتم برم 1 سال مرخصی بدون حقوق بگیرم، برم دنبال آرزوهام، برم دنبال خواسته‌هام، کسب و کار خودم رو داشته باشم، بیزینس خودم رو داشته باشم. دوست دارم صبح که بیدار میشم کار برای خودم باشه. دوست دارم خودم نیرو داشته باشم. دوست دارم اشخاص دیگه برام کار کنن. باید خیلی زودتر از اینا این تصمیم رو میگرفتم. الان 15 سال و خورده ای میشه که من سابقه دارم. معلم هستم، معلم آموزش پرورش. خدا رو شکر تو این همه سال با بهترین کیفیت خدمت کردم. تونستم تاثیرگذار باشم. تونستم کلی از مطالب و دانسته و تجربه های زندگی خودم رو در کنار درسای کتابا به دانش آموزان منتقل کنم. خدا رو شکر راضیم. ولی همین تصمیم رو من بالاخره امروز گرفتم. اصلا نه ترس دارم نه دغدغه دارم. بسم الله رو گفتم، از خونه اومدم بیرون و همین الانم دارم میرسم جلوی آموزش پرورش. برام فرش قرمز باز نیست. از مسیر خبری ندارم، ولی خدا رو دارم. اینجا همون جاییه که من سالها می اومدم و می رفتم. ولی امروز دیگه فرق داره. خدا حافظ کارمندی. خدا به امید تو. اینم که مرخصیه رو بگیرم و برم دنبال آرزوام.